امروز در بینای کینوتئاتر زیبونیساک مکان اتفاق سینماگران تاجیک است. سینما بزم بین المللی فیلم های مستند دیدار 2019 به کار خود حسنی آغاز بخشید. همچنین بخشیده به 90 سالگی کینوی تاجیکی همه ساله در تاجیکستان 16 اکتبر جشن گرفته می شود، محفلی با شکوه برگزار گردید. در این فستیوال از نام حکومت کشور یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده سخنرانی نمود. سینماگران را به 90 سالگی کینوی تاجیک تبریک نمود. شما و میهمانان عزیز و ارجمند را به مناسبت 90مین سالگرد کینوی تاجیک، روزی تاریخی کینوی تاجیک و آغاز سینما بزم بین المللی فیلم های مستند برای سال 2019 صمیمانه تبریک میگویم. در سینما بزم بین المللی فیلم های مستند دیدار 2019 57 فیلم داخلی و خارجی شرکت می نمایند. طور سعدالله رحیموف، یکی از مؤسسان فستیوال آزمون مذکور، به فرشتیجی گفت در آزمون اصلا 15 فیلم اشتراک می نماید. فیلم های دیگری که نشان داده می شوند غیر آزمونی اند. اعضایان ژوری از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و ایران می باشند. سینما بزم بین المللی فیلم های مستند دیدار 2019 تا سنه 20 اکتبر سال روان ادامه کرده. در آخر برندگان جایزه دیدار 2019 معین کرده می شود.